90% جوان‌ها حتی دنبال اینن بقیه رو راضی کنن که رأی ندن، نه اینکه به کی رأی بدن. بس این نیست که ما ببینیم برنامه شما داخل خودرو چیه، داخل انرژی چیه، داخل استارتاپ چیه. نه، من خودم به شخصه کسی هم که اطرافیانمو تشویق میکنم به اینکه رأی ندن. اومدم داخل اینجا با شما صحبت کنم و واقعا هم مردد بودم راجع به اینکه بیام. اکثریت ما این رو میدونن که شما از طرف اصلاح طلب ها اومدید داخل این عرصه انتخابات و به دلیل این بوده که آرا یکم تعدادش بیاد بالاتر. من به شخصه درس میخونم، دانشگاه قبول میشم که فقط از این مملکت فرار کنم. الان ما برامون مهم نیست مملکت درست میشه یا نه. به چه دلیل؟ چون شما بشید رئیس جمهور، 4 سال بشید، 8 سال بشید، این مملکت درست بشه نیست. جوانهای این مملکت الان دیگه نمیگن آقا ما فلان رئیس جمهور رو نمیخوایم، فلان مسئول رو نمیخوایم.